روزنامه‌یک امریکی به ناو بانگ راگهانده گو چارەنەویسا به هزاران کس لکامپا الهول لگوندوار حسکه گو پرانیا وان جن و زاروکن دمترسیه که مزنده. روزنامه واشنطن پست یا امریکی در راپورتک خود دیار کرده گو چارەنەویسا 73,000 کسی لکامپا الهول دمترسیه ده جبر خرابی خوارنه هر وها گلک سدمندن. راپورتا نافبوری اشکره کرد گو پرانیا خلکن دی کامپه ده کسین گوشدفرند بین کنترول داعش ده بون و هاتنه و گو هستن. و گلک جاران بریندار جی در بازی کامپه ده بین لی اوناین درمان کرن و چاره سر کرن. لی کامپا الهول به تنه 3 نورینگه آنکو عیاده هنه توی هبونا بدهان نخوش و بریندارن شر گو پرانیا جاران به درمان دست پیکی و سرطایی تین چاره سر کرن. لگوری آمار نافدولتی گود هفتی آبوری ده 31 کسی جانا خوش دست ده لسریا کامپه و هندک جید ناواوی ده جبر برینن وان ینکور یانجی جبر خرابی خوارنه گو هجمارا گشتی یا قربانیان 217 کسی. تاوی گونه توانیه گرتی راگانده گو اوه 4.3 میلیون دلاری پیشکشی نشتجین کامپه بکن لی روشاوان خلکان هر خرابه گو گلک رخنه لچکدارن پیده و قصده تکرن بتایبت گو او کامپ جعالیه کسن بسروان و تیره و برن.